سلام. آخرین کافه‌ای که رفتین کجا بوده؟ شما کافه ها رو نقد میکنن. قهوه بخوریم؟ بله. میشه پیتزا بخوریم؟ نه. من با کیبال بود. با کیبال بود. آره با کیبال بود. بریم با کی بار؟ بریم. بریم. با اینکه 5-6 سال از دیزاینشون میگذره ولی همچنان مدرن و قشنگ. آره منم دنج بودنشو دوست دارم. فقط یه لاین 70 عربیکا داشتن که من طبق معمول اسپرسو سفارش دادم. مهمونامونم لاتو و اسپرسو رو انتخاب کردن. برای دسرم چیزکیک با کیبال و کیک اسنیکرز رو سفارش دادیم. سرو قهوه استاندارد بود. آب و قاشقم آورده بودن. از لحاظ شاخصهای طعمی مثل اسیدیته، شیرینی، تلخی تقریبا میشه گفت بالانس بود. فقط یه مقدار